بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که ما در شهر روسیه کار و فعالیت و زندگی داریم و به همین سپورت زال ها برای ورزش کردن به ورزشگاه ها می رویم و در آنجا دو مشکلی وجود دارد. مشکلی اول، این کافرهایی که در همونجا مشق میکنند در حالت کشیدن لباسهایشان را بر به بر میکنند و عورتهای اونها سانی پای و دیده میشود سانی پای اونها. البته میگن ما در این حالت حرکت میکنیم، خودداری بکنیم. و این مشکل دومش، زنهای هم میروند. و مشکل سوم، موسیقی هم گذاشته میشود. آیا در همین چنین ورزشگاه ها ورزش کردن و مشغول شدن به سپورت درست است یا نیست؟ البته که هر عملی که آمیخته به حرام است، پس همون عمل هم حرام است. ورزش کردن اصلش این یک امر محمود است، یک امر خوب است، یک کار خوب است و هر مسلمان، بارک الله فیکم، مردها، جوانها بخصوص باید به ورزش مشغول باشند. اما همین امر خوب، همین کار ضروری و خوب را نباید در یک جای حرام به وسیله حرام به دست آورند. از همین جد بارک الله فیکم، جایی که در اونجا موسیقی گذاشته می شود و گوش کرده می شود و شما او را کشته نمی توانید، موسیقی را خاموش کرده نمی توانید. یا که جایی می روید که زن‌ها هم هست و مردها هم هست. زن‌ها معروف است که اونها کافرها بدنشون لباسهایش به بر میکنند و بسیار عورتهاش باز است و بعد از این خلوت است، این حرام است. و بعد از این با کافرها به کشوده عورت کشودت، به همش لباسهای کوتاهی که شورتیکای کوتاه هست مشق میکنند. در اینجا مشق کردن همراه اینها درست نیست و حرام است. از همین جهت حرکت کنید، یک ورزشگاه رو آماده کنید یا که باشد روید که آدم در وقتی خالی بودن مردم روید، موسیقیش خاموش کنید، زنها نبودند مشق کنید. اگر مردها باشد هم مردها به عورت اونها نظر نکنید و یا شما اصلا به اینها نزدیکی نکنید و یک جای دیگری رو مسلمان ها آماده شوید، یک سپورت زالی رو بسازید. بارک الله فیکم.